درود بر شما. به گلوری ما خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم بهتون یاد بدیم که چطوری دسته PS5 رو به کنسول PS5 وصل کنید. قبل از اینکه این نکته رو بهتون بگم، چند تا نکته دیگه بهتون بگم. اگه دستگاهتون رو تازه دارید برای نصب بازی آفلاین که ریست فکتوری میشه، یا اگه می‌خواید دسته جدید اضافه کنید، یا اگه کنسولتون رو تازه خریدید و می‌خواید دسته رو وصل کنید، اینا همدیگه رو نمی‌شناسن. برای این کار میتونیم از کابل تایپ C که توی دستگاهمون هست، یا اگه کنسول فت دارید از کابل USB به تایپ C استفاده کنید. یه دونه‌شو وصل می‌کنیم به جلوی دستگاه، یه دونه وصل می‌کنیم به دسته و وای میسیم که چراغ روی دسته نارنجی بشه. بعد دکمه پلی استیشن رو میزنیم و وای میسیم که با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. یکی از یوزرها انتخاب می‌کنیم و واردش میشیم. قبل از اینکه دومین وصل کردن دومین دسته رو بهتون بگم، همین الان اگه خواستید دسته 4، 5 هر چیزی بخرید میتونید وارد سایت glorima.com بشید و از اونجا سفارشتون رو ثبت کنید. برای وصل کردن دسته دوم هم همینطور دوباره وصل میکنیم به دسته و وای میسیم چراغش نارنجی بشه، دوباره دکمه پلی استیشن رو میزنیم و با هم ارتباط برقرار میکنیم. نکته مهم اینه که نباید تو یوزر قبلی بریم. اگه تو یوزر قبلی بریم دسته قبلیمون اوت میشه و خاموش میشه. وارد یه یوزر دیگه میشیم و وارد میشیم. اگر هم تعداد دسته‌هامون بیشتر بود، همینطور تو یوزرهای دیگه میریم. حالا بعداً توی ویدیو آموزشی دیگه بهتون یاد بدیم که چطوری یوزر بسازید و کارهای دیگه انجام بدید. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید.